چین به میزبانی نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای آماده است. نشست 9 و 10 ایون در شهر سیندائوی ولایت شرقی شاندونگ دایر می شود. روز پنجشنبه شورای هماهنگسازان ملی سازمان همکاری‌های شانگهای آخرین تبادل نظر در عرصه نشست سران کشورها را برپا کرد. ما پیشنویس سندها را آماده کردیم. عملاً ما تمام اسناد نشست سران کشورهای عضو در شهر تسیندائو چین را برای امضا تکمیل نمودیم. اولا این اعلامیه تسیندائو می باشد. سپس اعلامیه برای مطبوعات است که در آن فعالیت یک ساله سازمان جمع‌بست می شود. در آن همچنین بعضی مسئله های اولویتناک برای آینده بیان خواهد شد. در این سند ارزیابی بعضی مشکلی های منطقوی و بین المللی هم درج شده، موقع مشترک کشورهای عضو در مقابل این چالش ها ابراز خواهد شد. این مهمترین حجت سیاسی نشست سران کشورها است. بعد برگزاری نشست بنای تازه بنیاد شده همچون مرکز بین المللی کنفرانسات در خدمت مردم قرار می گیرد.